بسم الله الرحمن الرحیم. یوسفی هستم. میخوایم تو این ویدیو نمایش اعداد رادیکالی روی محور رو یاد بگیریم. خب ما عددهای صحیح و عددهای اعشاری یا کسری رو میتونیم روی محور به راحتی نشون بدیم. حالا میخوایم ببینیم که چطوری عددهای رادیکالی رو روی محور نشون بدیم. برای این کار ما اول میایم یه دونه محور رسم میکنیم. خب این از محور ما. بعد عدد رادیکالی که به ما دادن رو ما باید در نظر بگیریم که چطوری این رو میخوایم حساب کنیم. خب فرض میکنیم که رادیکال 2 رو به ما میگن که روی محور نشون بدیم. پس ما میایم محورمون رو اول تقسیم بندی میکنیم، بعد توضیح میدم که چطوری حلش میکنیم. خب آیا هر عدد رادیکالی رو ما روی محور میتونیم نشون بدیم؟ بله. بعضیش البته ساده هستن، بعضیش کمی پیچیده‌تر هستن. پس ما هر عدد رادیکالی که به ما بدن میتونیم روی محور نشون بدیم. البته دیگه زیر رادیکال ها رو ممیز در نظر نگیرین. همین عددهایی که هستن، عددهای صحیح زیر رادیکال هستن، اینها رو میخوایم نشون بدیم. ولی عددهایی که زیر رادیکال باشن و مجذور کامل باشن، مثل 4 دیگه، این رادیکال 4 خودش چون برابر با 2 هست، ما از این روشی که الان داریم یاد میگیریم استفاده نمی کنیم براش، چون این عدد 2 هست دیگه. اینو میتونیم راحت روی محور نشون بدیم که 2 اینجاست. پس هر عدد رادیکالی که زیر رادیکال مجذور کامل نباشه رو از این روش میتونیم استفاده کنیم. خب حالا از چه روشی میخوایم استفاده کنیم؟ میایم از مثلث قائم الزاویه، از مثلث قائم الزاویه و رابطه فیثاغورس استفاده میکنیم. خب پس از این دوتا چیزی که قبلا خوندیم استفاده میکنیم. حالا چطور میتونیم استفاده کنیم؟ میگیم حالا بخش اول که میخوایم حل کنیم رادیکال 2 هست، عددهای بعدی هم حل خواهم کرد. رادیکال 2 رو میخوایم حالا روی محور نشون بدیم. یه مثلث های قائم الزاویه درست میکنیم که اضلاعش به این صورت هستن. نگاه کنید، رادیکال 2 خود عدد 2 رو ما میاییم به صورت حاصل جمع عددهایی می نویسیم، یعنی به صورت حاصل جمع 2 تا عدد می نویسیم که عدد اولی، حداقل عدد اولی، شاید ممکنه عددی بیاد که هر دوتا رو بتونیم مجذور کامل در نظر بگیریم، که عدد اولی مجذور کامل کمتر از 2 باشه. پس این چیه؟ مجذور کامل کمتر از حالا 2. بنویسیم بزرگترین مجذور کامل کمتر از 2. خب بزرگترین مجذور کامل کمتر از 2 عدد 1 هست. بعدش حالا از 2 یه دونه کم کنیم میمونه 1. اینجا این بقیه‌ش هم تو این قسمت می نویسیم. خب بنابراین ما میایم مثلثی رسم میکنیم که اضلاعش 1 و بقیه‌اش حالا هرچی باشه بهش یکی یکی اضافه میکنیم. پس من میام یه مثلثی رسم میکنم که این ضلعش 1 باشه. حالا این 1 رو از کجا میاریم؟ این 1 رو از کجا میاریم؟ نگاه کنید، این عددی که اینجا نوشتیم 1 بزرگترین مجذور کامل کمتر از 2، جذرش رو حساب میکنیم که حالا جذر 1 میشه 1. به اندازه جذر این عدد ما اینجا یه دونه ضلع میکشیم به اندازه 1 سانتی متر و در ادامهش دوباره 1 سانتی متر اینجا خط میکشیم، خط عمود بر این. خب مثلثمون تشکیل میشه. پس اینجا هم قرار شد که 1 باشه، شد مثلث قائم الزاویه. حالا میایم این x رو پیدا میکنیم، وترمون رو پیدا میکنیم. وترمون برابر میشه با x به توان 2 مساوی 1 به توان 2 به اضافه 1 به توان 2 که برابر میشه با 2. نتیجه میگیریم x برابر میشه با رادیکال 2. جذر میگیریم دیگه، این میشه x، این هم میشه رادیکال 2. پس بنابراین این x مون برابر شده با رادیکال 2 و ما هم رادیکال 2 میخواستیم. خب همین مثلث رو ما میایم روی محور رسم میکنیم. همین مثلثی که وجود داره میایم اینجا روی محور رسم میکنیم. پس مثلثی با اضلاع 1 و 1، مثلث قائم الزاویه با اضلاع 1 و 1 اینجا رسم میشه. خب
میبینید که اینجا 1 هست، اینجا 1 هست و این ضلعمون هم قرار بود پیدا کردیم شد 2. پس اینجا هم میشه رادیکال 2. حالا برای اینکه رادیکال 2 رو بتونیم ما روی محور نشون بدیم، از اونجایی که میدونید توی دایره همه شعاعهای دایره با هم برابر هستن، اگر دایره به مرکز این 0 بتونیم رسم کنیم به شعاع رادیکال 2، محل برخورد کمانی که از اینجا عبور میکنه برابر میشه با همون رادیکال 2 که روی محور میخوایم پیدا کنیم. من یه دونه دایره رسم میکنم با استفاده از پرگار، ببینیم چطوری میشه. خب پس سوزن پرگار رو میذاریم روی این 0. خب و دهانه پرگار رو به اندازه این خطی که داریم باز میکنیم. خب پس دهانه پرگار به اندازه همون وتر باز شد و سوزنش روی مرکز دایره قرار گرفت. حالا ما دایره رو مرکز این محور قرار گرفت. حالا ما دایره رو رسم میکنیم. من این مرحله برگردم عقب، رنگش رو عوض کنم که بهتر ببینیم. خب حالا ما دایره رو رسم میکنیم. میبینید که این الان دایره‌ای به مرکز 0 و به شعاع رادیکال 2 هست. دایره به مرکز 0 و شعاع رادیکال 2. یعنی ما همه فاصله هایی که میتونیم روی این دایره در نظر بگیریم، همه نقطه هایی که روی دایره قرار دارن، فاصله از این 0 برابر با رادیکال 2 هست. بنابراین این نقطه‌ای که روی محور قرار داره، دوباره فاصلهش از 0 برابر با چی هست؟ رادیکال 2. پس ما رادیکال 2 رو روی محور تونستیم پیدا کنیم. البته از این به بعد دیگه لازم نیست دایره رو کامل بکشیم، فقط یه دونه کمان میزنیم، این قسمت رو حالا مشخص میکنیم و به راحتی میتونیم که عددهایی که از ما خواستن رو به دست بیاریم. حالا بریم مثالهای دیگر رو بررسی کنیم، ببینیم چطوری. یکم اینجا شلوغ شد، مثالهای بعدی یکم مرتب‌تر خواهد شد. خب از ما میخواین که رادیکال 5 رو، حالا رادیکال 3 رو حساب کنیم، به ترتیب بریم جلو. از ما میخوان رادیکال 3 رو روی محور نشون بدیم. پس ما اول یه دونه محور رسم میکنیم. صفر، 1، 2، 3. فقط دقت کنید واحدهاتون هم اندازه باشن. اگه هم اندازه نباشن جوابتون غلط خواهد بود. خب گفتیم از مثلث‌های قائم الزاویه و رابطه فیثاغورس استفاده می‌کنیم. میایم می‌نویسیم رادیکال 3 برابر با رادیکال چه عددی به اضافه چه عددی قرار بود 2 تا عدد باشن، درسته؟ که عدد اولی بزرگترین مجذور کامل کمتر از 3 باشه. بزرگترین مجذور کامل کمتر از 3 بازم میشه عدد 1. پس ما میاییم مینویسیم اینجا 1، بقیه‌اش هم که اینجا مینویسیم. اینجا فعلا برای ما مهم نیست. خب اینجا برای ما مهمه. پس ما میایم مثلث قائم الزاویه رسم می‌کنیم. مثلث قائم الزاویه رسم می‌کنیم که یه ضلعش 1 باشه. یه ضلعش 1 و ضلع بعدی رو دوباره شما همیشه 1 در نظر بگیرید. چیزی که تو کتاب هست این کار رو انجام میده، یکی یکی میره جلو. تو مثال‌های بعدی من از یه روش دیگه‌ای هم استفاده می‌کنیم برای عددهای بزرگتر. پس ضلع بعدی رو هم شما 1 در نظر بگیرید. همیشه این ضلعی که عمود بر این ضلع می‌کشید 1 در نظر می‌گیرید. خب این ضلع رو نگاه کنید. دوباره توصیه می‌کنم که این ضلع برابر با جذر عدد بالا، یعنی جذر 1 رو میگیرین، جواب 1 میاد. پس این میشه ضلع پایینی ما. حالا میایم ادامهش رو رسم میکنیم. پس یه مثلثی میکشیم که این یکی ضلعش هم برابر با 1 هست. مثلث قائم الزاویه. خب ما اینجا رو تو سوال قبلی پیدا کردیم. برابر بود با رادیکال
2. حالا ولی اینجا هم فرض میکنیم یه سوال دیگه هست، اینجا رو دوباره من x در نظر میگیرم و x رو حساب میکنم. مینویسم x به توان 2 برابر با 1 به توان 2 به اضافه 1 به توان 2 مساوی 1 به اضافه 1 برابر با 2. پس خود x برابر میشه با رادیکال 2. جذر گرفتیم. پس اینجا شد رادیکال 2. ولی ما دنبال رادیکال 3 هستیم. رادیکال 2 بهش نیاز نداریم. هر وقت دیدین که عددی که پیدا کردین، یعنی وتری که پیدا کردین کمتر از این هست، کمتر از عددی که به ما دادن هست، در ادامه همین مثلث میایین خطهای عمود بر وتر یکی یکی رسم میکنید، میرین جلو. پس دوباره میایین خطی عمود بر وتر این مثلث به اندازه 1 سانتی متر. پس خط عمود بر وتر به اندازه 1 سانتی متر رسم میکنین دوباره. پس میایم اینجا خط عمود رسم میکنیم به اندازه 1 سانتی متر. خب این هم 1 سانتی متر و مثلث رو تشکیل میدید. پس اینجا هم 1 هست و خط عمود هست. حالا میایم این وای رو برای این در نظر میگیریم و این بار مقدار وای رو به دست میاریم. میشه وای به توان 2 برابر با این ضلع به توان 2 به اضافه این یکی ضلع قائمه به توان 2 به اضافه رادیکال 2 به توان 2 که برابر میشه با 1 به اضافه 2 به توان 2 رسوندیم، رادیکال حذف شد، میشه 3. پس وای خودش برابر میشه با رادیکال 3. جذر میگیریم، رادیکال وای 2 میشه وای، 3 میشه رادیکال 3. پس ما الان رادیکال 3 رو پیدا کردیم، اندازه خط رادیکال 3 رو پیدا کردیم. میایم همین شکلی که اینجا رسم کردیم رو روی محورمون رسم میکنیم دوباره. خب پس مثلثی به اضلاع، مثلث قائم الزاویه به اضلاع قائمه 1 و 1 اینجا رسم میکنیم. اول این 1، این هم 1، این 1 و 1، وترش رادیکال 2. بعدش یه دونه اندازه 1 سانتی متر عمود بر وتر. خب اندازه 1 سانتی متر عمود بر وتر دوباره رسم شد، اینم شد رادیکال 3. پس این مثلث قائم الزاویه هست، این مثلث قائم الزاویه هست، اینجا رادیکال 2 بود، اینجا هم رادیکال 3 هست. دوباره میایم پرگار رو ور میداریم، همون کاری که تو سوال قبلی کردیم. اول اینو کمی کوچکتر کنم، میایم میذاریم روی سوزنش رو روی 0 میذاریم یا همون جایی که مثلث شروع شده و پرکار رو به اندازه این خطی که وجود داره باز میکنیم. خب پرکار رو که باز کردیم اینجا یه دونه کمان میزنیم. فقط من یه ذره پرکار رو ببرم عقب‌تر. خب به اندازه که باز کردیم حالا یه دونه کمان میزنیم براش. خب شما ملاحظه میکنید که این نقطه‌ای که الان دارم نشون میدم محل برخورد کمان ما با محور ماست. بنابراین از این نقطه 0 تا اینجا شعاع دایره بود دیگه، درسته؟ رادیکال 3 بود و از این نقطه تا این نقطه دوباره شعاع دایره هست. پس اندازه 0 تا این نقطه‌ای که مشخص شده هم برابر با رادیکال 3 خواهد بود. پس این نقطه رادیکال 3 رو به ما نشون میده. اگه رادیکال 4 رو میخواست چطور؟ ما میتونستیم خود 2 رو علامت بزنیم یا میتونستیم دوباره 1 اینجا اضافه کنیم، عمود اضافه کنیم و دوباره خط بکشیم. رادیکال 5 دوباره به همون ترتیب میتونستیم ادامه بدیم، بریم جلو. ولی خب دیگه نمیخوام اون کارو بکنم. میایم یعنی کتاب که با اون روش انجام داده تا رادیکال 6 رادیکال 7 رفته جلو، یکی یکی مثلث ها رو اینجا خط عمود کشیده. نگاه کنید تو کتاب اومده این کار رو انجام داده. برای رادیکال 4 اومده خط عمود کشیده و ترشو کشیده. برای اینجا شده رادیکال 4. برای رادیکال 5 اینجا اومده عمود کشیده به اندازه 1 سانتی متر و ترشو کشیده، شده رادیکال 6. ولی من نمیخوام اون کارو بکنم. یه روش بهتری هست که از اون استفاده خواهیم کرد. میریم سراغ مثال بعدی. مثلا رادیکال 5 رو حساب کنیم. خب رادیکال 5 ما گفتیم که وقتی از ما عدد رادیکالی میخوان، میایم همین عدد رادیکال رو به صورت حاصل جمع دو تا عدد مینویسیم. اولین عدد گفتیم چی باید باشه؟ بزرگترین مجذور کامل کمتر از 5،
5 باید باشه. پس این اولی برای ما مهمه، دومی برای ما مهم نیست. خب پس این میشه بزرگترین مجذور کامل کمتر از 5 میشه 4. 4 مجذور کامل کمتر از 5. پس می نویسیم 4. حالا 4 به اضافه 1 باید بشه دیگه 5. پس اینجا رو هم 1 می نویسیم. حالا یه مثلثی که میخوایم رسم کنیم و ازش استفاده کنیم باید مثلثی باشه به اندازه، حالا یکی از ضلع‌های قائمش این ضلع پایینی به اندازه جذر این 4 باشه. پس از 4 چی کار میکنیم؟ جذر میگیریم. جذر 4 میشه چقدر؟ میشه 2. پس اندازه این ضلعمون رو برابر با 2 در نظر میگیریم و گفتم همیشه فقط 1 سانتی متر ضلع عمود بر این خط رسم خواهید کرد. خب ممکنه که جلوتر ما این ضلع قائمه رو هم عدد دیگه‌ای در نظر بگیریم، یعنی 1 در نظر نگیریم. فعلا اون برای این عددهای کوچکتر 1 در نظر بگیریم، برای عددهای بزرگتر هم جلوتر بررسی خواهیم کرد. ولی خب اینهایی که دارم توضیح میدم دیگه خارج از سطح کتاب هستن. خب پس اینجا هم شد 1. وتر مثلث رو اندازش رو پیدا میکنیم x. این رو من ادامه بدم تا اینجا. خب میایم x رو پیدا کنیم. x به توان 2 برابر با این ضلع به توان 2، 2 به توان 2 به اضافه این ضلع به توان 2، 1 به توان 2 که برابر میشه با 4 به اضافه 1 مساوی میشه با 5. x به توان 2 شده 5. خود x برابر میشه با رادیکال 5. خب حالا میایم پیدا کردیم دیگه x مون رو، رادیکال 5 مون رو پیدا کردیم، خطش رو پیدا کردیم. میایم محور رو رسم میکنیم. صفر، 1، 2، 3، -1، -2. خب مثلثی خواهد بود که ضلع پایینیش 2 هست، ضلع عمود 1. پس بیایم مثلث رو از 0 شروع میکنیم. چون رادیکال 5 از 0 دیگه خب فاصلش از 0 میشه دیگه رادیکال 5. پس مثلث همون رو همیشه از 0 شروع میکنیم. در ادامه حالتهای دیگه ای هم خواهد بود که توضیح میدم. پس یه مثلث به اون صورت رسم میکنیم که این ضلع پایینیش 2 هست، ضلع عمودش 1 هست و وتر رو هم رسم میکنیم. خب پس اینجا شد 1، این قسمت هم که 2 هست و وترش میشه برابر با رادیکال 5. دوباره پرکار رو برمیداریم، همون کارهایی که انجام دادیم رو انجام میدیم. سوزن پرکار رو میاریم میذاریم روی 0. دهانه پرکار رو به اندازه وتر باز میکنیم و یه دونه کمان میزنیم. خب حالا ما بیایم یه دونه کمان بزنیم. میبینید که تو این نقطه قطع کرده. پس این نقطه که قطع کرده میشه رادیکال 5. فاصله این نقطه تا 0 برابر با رادیکال 5. حالا اگه رادیکال 6 رو از ما میخواستن چی کار میکردیم؟ رادیکال 6 دوباره همون کارهایی که انجام دادیم رو انجام میدیم. میگیم برابر با رادیکال. خب اینجا قرار شد بزرگترین مجذور کامل کمتر از 6 رو بنویسیم که دوباره میشه 4، اینجا میشه 2. خب حالا 4 که داریم جذرش رو میگیریم، جذرش میشه 2 و میایم مثلث رو رسم میکنیم. پس مثلثی که رسم میکنیم یه ضلعش 2 هست و دوباره یک ضلعش 1 هست. پس اینجا رو 2 در نظر میگیریم، جذر 4 رو میگیریم 2، اینجا میشه 1. حالا مثلث رو رسم میکنیم. ما تو سوال قبلی که رادیکال 5 رو داشتیم حساب میکردیم دیدیم که اینجا رادیکال 5. دوباره چون رادیکال 6 رو حالا میخوایم رسم کنیم، این رو گفتیم که ادامه میدیم. یک ضلع عمود بر وتر دوباره رسم میکنیم به اندازه 1 سانتی متر. یک ضلع عمود بر وتر به اندازه 1 سانتی متر رسم کردیم. خب پس اینم عمود به اندازه 1.
حالا اینجا رو اگه ما وای در نظر بگیریم، وای به توان 2 برابر میشه با 1 به توان 2 به اضافه رادیکال 5 به توان 2. ضلع‌های قائمه 1 و رادیکال 5 هستن. میشه 1 به اضافه 5 برابر با 6. وای به توان 2 شده 6. پس خود وای برابر میشه با رادیکال 6. حالا میایم دوباره محور رسم میکنیم. این کم بزرگتر بکشم. 1 2 3 4 -1 -2 -3. خب فرض کنید که اصلا ما منفی رادیکال 6 رو میخوایم حل کنیم. خب ما این مثلث رو که دیگه اندازه ها رو ما نمیتونیم منفی در نظر بگیریم برای طول مثلث. با همین کاری که اینجا انجام میدیم دقیقا همون کار رو برای منفی ها هم انجام میدیم، هیچ فرقی برای ما نداره. فقط علامت چیزی که میخوایم حل کنیم، علامت عددی که میخوایم حل کنیم منفیه. پس این منفی رو پشت این رادیکال ما میذاریم، با داخل رادیکال کار نداریم، همون کارها رو انجام میدیم. ولی چون میدونیم عدد منفی سمت چپ این صفر خواهد بود، سمت چپ صفر خواهد بود، دیگه درست عدد منفی، دیگه مثلث رو به سمت مثبت رسم نمی کنیم، میایم مثلث رو به سمت منفی رسم میکنیم. پس همین مثلث رو برعکسش رو رسم میکنیم، میایم از 0 تا 2 واحده دیگه، درسته. و یک واحد دیگه اینجا اینطوری از این قسمت رسم نکنید، از سمت چپش باید رسم کنیم این بار، چون منفی باید کمان رو به سمت چپ بزنیم. خب وتر رو هم رسم میکنم. این شد مثلث پایینی، مثلث دومی 1 سانتی متر دوباره، و وتر رو رسم میکنم. خب اینها شدن مثلث های عمود و این رادیکال 6 هست. ما با این وتر کار داریم، با پایینی کار نداریم. شکل رو اینجا بررسی کردیم، میایم حالت نهاییش رو این روی محور رسم کنیم. حالا دوباره میایم پرکار رو ور میداریم، سوزن پرکار رو میذاریم روی 0 دوباره و دهانه پرکار رو به اندازه خطی که رسم کردیم، یعنی وتری که پیدا کردیم رادیکال 6 هست، باز میکنیم. خب بعد از اینکه باز کردیم دیگه یه دونه کمان بزنیم تموم کارمون. پس میایم حالا یه دونه کمان میزنیم براش. خب حالا که کمان زدیم، این نقطه‌ای که الان میبینید اینجا هست، این برای ما رادیکال 6 رو نشون میده. پس ما نقطه رادیکال 6 رو هم اینجا تونستیم پیدا کنیم. خب حالا میریم سراغ مثال های بعدی. این بار 1 به اضافه رادیکال 2 رو میخوایم پیدا کنیم و توی مثال دیگه مثلا -3 به اضافه رادیکال 2. حالا دیگه اینجا زیاد از پرکار استفاده نمی کنیم که سریعتر بتونیم جواب بدیم. خب 1 به اضافه رادیکال 2، 1 که برای ما مشکل نداره، اینجا -3 برای ما مشکل ندارن. چیزی که برای ما مشکل زا هست این رادیکالی هست، عدد رادیکالی که اینجا داریم. خب میایم رادیکال 2 مثلثش رو رسم میکنیم. ما میدونیم که کمتر از رادیکال 2 مجرور کامل 1 هست، پس مثلثی رسم میکنیم که ضلع پایینیش 1 باشه. این یکی هم گفتم که همیشه فعلا 1 در نظر بگیریم. خب این مثلث قائم الزاویه ما. اگه بیان با استفاده از رابطه فیثاغورس x رو حساب کنید، میبینید که x برابر میشه با رادیکال 2. پس همین مثلث میشه جواب ما. چون اینها رو دیگه عقب‌تر حل کرده بودم، دیگه رابطه فیثاغورس رو حل نکردم اینجا. 0 1 2 -1 -2. اصلا بخشید اینجا رو من باید یکم بزرگترش کنم. خب 3. حالا این مثلث رو ما دیگه نمیایم از 0 رسم کنیم. چرا از 0 دیگه رسم نمی کنیم؟
چون اینجا یه دونه یک رو داریم، گفته یک به اضافه دو، پس ما از صفر یه واحد میایم جلو، بعد از اینجا شروع میکنیم این مثلث رو رسم کنیم. پس حواستون به این عدد باشه. حالا اگه بود مثلا 5 به اضافه 2، ما میرفتیم از 5 رسم کردیم مثلث رو. اگه بود منفی 1 به اضافه رادیکال 2، ما میاییم از منفی 1 شروع میکنیم و این مثلث رو به سمت مثبت، چون مثبت رادیکال 2 هست، به سمت راست. اگه منهای رادیکال 2 بود، این مثلث رو به سمت چپ رسم میکردیم. حالا من میام 1 به اضافه رادیکال 2 رو رسم میکنم. پس یه واحد میرم جلو، از 1 شروع میکنم، همین مثلث رو رسم کردم. پس 1 واحد و 1 واحد. خب و اینم وتر ما که برابر با رادیکال 2 هست. پس این شد 1، این شد 1، اینم که برابر با رادیکال 2 هست. حالا ما اگه یه دونه کمان بزنیم، پرکار رو به این اندازه باز کنیم و یه دونه کمان بزنیم، تو این نقطه برخورد میکنه و اینجا برابر میشه با 1 به اضافه رادیکال 2. برابر با رادیکال 2 نمیشه بچه‌ها، برابر با 1 به اضافه رادیکال 2 میشه. این 1 از اینجا نگاه کنید، از اینجا تا اینجا رادیکال 2 هست. خب از اینجا تا اینجا هم میشه 1، پس میشه 1 به اضافه رادیکال 2. این یکی سوال هم دقیقا مثل همین حل خواهد شد. پس میام دوباره مثلث من رسم میکنم. مثلثش دیگه رسم شده، اینجا دیگه مثلث رسم شده، من تکرارش نمی کنم. محور رو رسم میکنم، ببینیم چه کار انجام میدیم. خب قراره که از منفی 3 شروع کنیم. خب 0 1 2 3 منفی 1 منفی 2 منفی 3. خب نگاه کنید، ما قراره که مثلث رو از منفی 3 شروع کنیم. گفته منفی 3 به اضافه رادیکال 2. پس میاییم منفی 3. خب چون گفته به اضافه رادیکال 2، پس قراره که به منفی 3 اضافه بشه. پس مثلث رو به دقیقا مثل همین به سمت راست میکشیم. اگه بود منهای رادیکال 2، مثلث رو به سمت چپ رسم میکردیم. پس من میام دوباره اینجا مثلث رو با اندازه های 1 در 1 اینجا رسم میکنم به سمت راست. خب این 1، اینم 1، اینم وتر ما. خب مثلث قائم الزاویه 1 و 1، اینم که رادیکال 2 هست. حالا میایم یه دونه کمان میزنیم. از اینجا یه دونه کمان میزنیم، یعنی پرکار رو به این اندازه باز میکنیم، به اندازه وتر مثلث باز میکنیم و از منفی 3 شروع میشه وتر زدن ما، ببخشید کمان زدن ما. پس به اندازه وتر پرکار رو باز میکنیم، از منفی 3 یه دونه کمان میزنیم. این نقطه‌ای که به دست اومد میشه منفی 3، یعنی اومدیم یه دونه به منفی 3، بعد منفی 3 با رادیکال 2 جمع شده، به اضافه رادیکال 2 شده. پس منفی 3 به اضافه رادیکال 2 این نقطه است. خب حالا میایم یه مثال دیگه بررسی کنیم. مثبت 2 منهای رادیکال 2 رو میخوام حالا بررسی کنم. دوباره میام یه دونه وتر میکشم. صفر 1 2 3 منفی 1 منفی 2 منفی 3. خب چون رادیکال 2 هست دیگه ما اینجا مثلثش رو کشیدیم، دیگه تو هر سوال رسم نمی کنم، فقط میام یاد بدم که اگه عددی به اضافه یا منهای عددهای رادیکالی بشه چیکار انجام میدیم. خب دوباره عدد مثبت 2 رو اول میاییم پیدا میکنیم، میگیم مثلثی که برای رادیکال 2 هست رو باید از مثبت 2 شروع کنیم. پس از اینجا شروع میکنیم به رسمش، ولی این بار منها شده، پس دیگه مثلث رو به سمت راست نمیکشیم. این مثلث اینجا رسم نمیشه، به صورت برعکس سمت چپ میاد، چون منها شده باید از 2 بیاد سمت چپ. پس ما مثلث رو به سمت چپ 2 میکشیم. پس میایم این طرف یه واحد هم میدیم بالا، وتر رو رسم میکنیم. این شد 1 1، اینم که رادیکال 2 هست. خب حالا ما دوباره پرکار رو به اندازه این وتر باز میکنیم و میایم یه دونه کمان میزنیم، به سمت چپ قرار بود کمان بزنیم. خب این نقطه برخورد 2 منهای رادیکال 2 رو نشون میده. نگاه کنید این قسمت 2، یعنی 2 تا میرین جلو، بعد منها میکنین یعنی میایین چپ. منهای
از این نقطه تا 2 برابر با رادیکال 2 هست. نگاه کنید، از این نقطه تا 2 برابر با رادیکال 2 هست. خب پس اینجا 2 منهای رادیکال 2 رو داره به ما نشون میده. برای همه عددهایی که حالا جمع و تفریق میشن با عددهای رادیکالی میتونید این کارها رو انجام بدید و شما عددهای مورد نظر رو روی محور نشون بدید. پس اول میایم مثلث قسمت رادیکالی رو پیدا میکنید. بعد از اینکه مثلث رو پیدا کردین چطوری باید رسم بشه، حالا اگر عددی به اضافه رادیکال 2 بشه یا منهای رادیکال 2 بشه یا اصلا خود رادیکال 2 به اضافه، نگاه کنید اینجا رو، الان رادیکال 2 به اضافه 1 هم میشد، دوباره همین بود دیگه، هیچ فرقی نداشت، ما فقط عددها رو جابجا کردیم. یا اینجا رادیکال 2 منهای 3 میشد، دوباره هیچ فرقی با این نداشت، ما رادیکال 2 منهای 3 این دوتا عدد با هم برابر هستن. پس منفی 3 رو اول پیدا میکنید، بعدا رادیکال 2 بهش اضافه میکنید، میگید رادیکال 2 مثبت هست، من اول منفی 3 رو میام بعد به اضافه رادیکال 2 میکنم. پس نمیاید اول رادیکال 2 رو پیدا کنید بعد منهای 3 کنید، این کار رو نمیتونید اصلا بکنید. اینجا هم اگه منفی رادیکال 2 به اضافه 2 بود، منفی رادیکال 2 نمیاید پیدا کنید که بعد به اضافه 2 کنید، همیشه اول قسمت صحیح رو برید، قسمتی که عدد صحیح هست اونجا رو برید، بعدش اگه منفی رادیکال 2 بود، حالا منفی رادیکال یه عددی بود به سمت چپ، یا اگه مثبت رادیکال بود مثل این به سمت راست مثلث رو رسم کنید. خب این شد تمام چیزی که توی کتاب بود. حالا عددهای بزرگتر رو بخوایم بررسی کنیم یا به یه روش دیگه بخوایم عددهایی رو بررسی کنیم، میایم این کار رو انجام میدیم. مثلا رادیکال 8، ما گفته بودیم که از 8 کوچکتر مجذور کامل چی هست، اینجا می نویسیم. خب از 8 کوچکتر مجذور کاملش میشه 4 به اضافه عدد بعدی چیه؟ 4 دوباره، درسته؟ خب میبینید که اینم مجذور کامله، اینم مجذور کامله، این الان به ما داره کمک میکنه، یعنی ما دیگه لازم نیست مثلثی رسم کنیم که یه ضلعش باشه جذر این، بقیه‌شو یکی یکی دیگه لازم نیست بریم جلو. پس من میام اول جذر این 4 رو می نویسم اینجا که میشه 2، بعدش میام جذر این رو هم می نویسم، البته اگه مجذور کامل باشه، حواستون باشه اگر مجذور کامل باشه جذرش رو می نویسیم، یعنی اینجا اگه الان 5 بود یا 6 بود یا یه عددی که مجذور کامل بود، ببخشید مجذور کامل نبود، این کار رو انجام نمیدیم. این دیگه بستگی به طرز تفکر شما و خلاقیت شما داره که ببینید با عددها چطوری میتونید بازی بکنید. پس اینجا هم میشه 2. الان نگاه کنید، من وترشون رو هم رسم میکنم و حساب میکنم ببینیم رادیکال 8 میاد یا نه. خب x به توان 2 برابر با 2 به توان 2 به اضافه این 2 به توان 2 که برابر میشه با 4 به اضافه 4 برابر میشه با 8. میبینید که x2 8 شده، پس خود x هم برابر میشه با رادیکال 8. بنابراین ما لازم نیست اینجا 2 بکشیم بعدش بیایم 1 بکشیم، بعد عمود بر این بکشیم بشه رادیکال 3، بعد عمود بر اون بشه رادیکال 5، بعد عمود بر اون بکشیم خط بکشیم. به این ترتیب اگه بخوایم ادامه بدیم خیلی طول میکشه، ولی اگه دیدین دو تا مجذور کامله پس دو تا ضلع رو میکشین. پس اینم شد رادیکال 8. حالا میاین روی محور خط رو رسم میکنید. ببخشید. خب محور رو رسم کردم. حالا میایم این رادیکال 8 رو روی محور نمایش بدیم. 0 1 2 3 4 منفی 1 منفی 2 منفی 3. خب پس میام مثلثی به اضلاع 2 و 2، مثلث قائم الزاویه به اضلاع 2 و 2 رسم میکنم. این 2 سانتی متر، اینم 2 سانتی متر. خب این دو مثلث قائم الزاویه این دو، پس وترمون هم برابر میشه با رادیکال 8. اینم رادیکال 8. خب حالا میایم وتری رسم میکنیم، ببخشید به اندازه وتر رادیکال 8 کمانی میزنیم با استفاده از پرکار و این نقطه برخورد میشه برابر با رادیکال 8. حالا میریم یه مثال دیگه بررسی کنیم. مثلا رادیکال 98. رادیکال 98. اگه بخوایم رادیکال 98 رو حساب کنیم،
میایم دوباره میگیم که از 98 کوچکتر مجذور کامل چه عددیه؟ 81 دیگه، درسته؟ 81. خب از 98 81 تا کم کنیم میشه 17. خب این که مجذور کامل ساده است، باش کار نداریم، یه دونه زل میکشیم به اندازه 9 سانتی متر. حالا 17 رو نگاه کنید. آیا 17 رو هم میتونیم مثل 98 به صورت حاصل جمع دو تا عدد بنویسیم که یکیش مجذور کامل باشه؟ میگیم بله. اینها خارج از کتاب هستن دیگه، توی کتاب و توی امتحانات در این سطح سوال نمیاد. 81 به اضافه 17 رو من می‌نویسم 16 به اضافه 1. 16 به اضافه 1. پس حالا من متوجه میشم که میتونم مثلثی بکشم که یکی از ضلع‌هاش جذر 81 باشه، یکی از ضلع‌هاش جذر 16 باشه. خب پس میام من مثلث‌ها رو رسم میکنم. جذر 81 که برابر میشه با 9، جذر 16 هم که میشه 4. خب پس مثلث رو به اندازه های 9 سانتی متر و 4 سانتی متر یه دونه مثلث قائم الزاویه رسم میکنیم و میام اندازه وتر رو پیدا میکنیم. x می‌نویسم x به توان 2 برابر با 9 به توان 2 به اضافه 4 به توان 2 مساوی میشه با 9 تا میشه 81 تا، 4 به توان 2 4 تا میشه 16 تا، برابر میشه با 97. خب پس خود x برابر میشه با رادیکال 97. پس x برابر شد با رادیکال 97. حالا دیگه این رو پیدا کردیم 97، ولی عددی که ما میخوایم پیدا کنیم 98. ما کمتر از 98 رو که پیدا کردیم دیگه بعدش میتونیم یه دونه بریم جلو. یعنی ما میایم یه مثلث دیگه رسم میکنیم به اندازه 1 سانتی متر، عمود میکشیم به این وترش و دوباره این مثلث رو اینجا درست میکنیم. حالا اگه این زد رو اسمشو بذارم من y، میام y رو پیدا کنم. y به توان 2 برابر میشه با این زلش که 1 هست میشه 1 به توان 2 به اضافه این زلش هم زل پایینی، زل عمود، رادیکال 97 هست. پس می‌نویسم رادیکال 97 به توان 2 که برابر میشه با 1 به اضافه 97 برابر میشه با 98. پس خود y برابر میشه با رادیکال 98 که یعنی ما عدد مورد نظر رو پیدا کردیم. رادیکال 98 رو اندازش رو پیدا کردیم، خطش رو پیدا کردیم. حالا میایم این شکل رو روی محور رسم میکنیم. پس من یه دونه محور رسم کنم اول. خب حالا چون با منفی کار نداریم اینجا رو صفر رو اینورتر قرار میدم. میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. خب ما مثلثی که میخوایم رسم کنیم یک زلش باید به اندازه رادیکال 9 باشه، یک زلش به اندازه به اندازه 9 باشه، یک زلش به اندازه 4 باشه. پس از صفر میاییم به اندازه 9 میکشیم جلو. حواستون باشه اگه مثلا اینجا یک به اضافه رادیکال 98 بود ما میومدیم از یک رسم میکردیم. اگه بود 2 به اضافه رادیکال 98 میومدیم از 2 رسم میکردیم. اگه بود مثلا 3 منهای رادیکال 98 از 3 رسم میکردیم ولی مثلثمون رو به سمت چپ میکشیدیم. اینها رو برای یادآوری گفتم که حواستون باشه بهش. خب دیگه چیزی برای ما نداده که با رادیکال 98 جمع بشه، پس ما از صفر شروع میکنیم مثلثمون رو رسم کردن. خب قرار 9 تا بریم جلو. این از 9 و 4 واحد هم میریم بالا، به اندازه 4 واحد میریم بالا. خب فکر کنم برابر شد با 4 واحد. 4 واحد. خب پس این شد 9، از اینجا تا اینجا برابر شد با 9، اینم که برابر با 4 مثلث قائم الزاویه. وترش رو رسم میکنیم. وترش برابر با رادیکال 97 هست. رادیکال 97 هست. بعد دوباره ما اینجا یه دونه زل عمود بر وتر این 97 هست دیگه. پس یه دونه زل اینجا عمود بر رادیکال 97 رسم میکنیم. خب به اندازه 1 واحد.
دقت کنید که این واحدهاتون هر چقدر باشه این به اون اندازه اینجا باید رسم بشه. پس اینم شد 1 که عمود هست به رادیکال 97. با یه رنگ دیگه رسم کنم این رو. خب اینم وصل میکنیم اینجا. این وتر مثلثمون برابر میشه با رادیکال 98. رادیکال 98. حالا میایم پرکارمون رو به این اندازه باز میکنیم، به اندازه رادیکال 98 و کمان میزنیم. من دیگه اینجا از پرکار استفاده بکنم. خب پرکار قرار شد سوزنش رو بزنیم رو همون 0 و این رو روی وتر مورد نظرمون به اندازه وتر باز میکنیم. خب حالا کمان میزنیم. حالا یه دونه اگه اینجا کمان بزنیم کارمون دیگه تمومه. میبینید که این کمانی که اینجا زدیم اومده تو این نقطه قطع کرده. پس این نقطه‌ای که محورها رو قطع کرده نشان دهنده رادیکال 98 است برای ما. خب درسمون تا اینجا کافی بود. شما میتونید برای تمرین این مثال هایی که می نویسم رو روی محور نشون بدین. تمرین: اعداد زیر را روی محور نمایش دهید. الف 2 منهای رادیکال 5 به 3 به اضافه رادیکال 2 جیم رادیکال 10 دال رادیکال 12 ه رادیکال 56 واو رادیکال 45. خب 6 تا تمرین کافی هست. اینها رو حتما انجام بدین. اگه سوالی داشتید بپرسید. خسته نباشید.